ارزد به هر دو دنیا یک نام مادر. بعد خدا و قرآن باشد مقام مادر. سلام میرسانیم به هر بیننده های عزیزی خود. ساق هستید، صحتمند هستید. من امروز ما در دهه یکی از خوش منظره های شهر سمرقند در دهه آهلیک هستیم. برای تبریک کردن یکی از آن همدیاران همدهه خود برای تبریک کردن شهناز آیتی آمدیم. شخصا پیش از همه از نام خوشوقتک نیت های نغز و نیک را به هر شهناز آیتی میگوییم. آن لحظه های خرسندی را همراه شما به هم میبینیم. مانند هر روزه همراه ما مهمان این خانواده میشیم. دوم بار السلام علیکم مادران مهربان. ماه شریف رمضان مبارک باشد. سلطان ماه ها در این ماه در یک سال یک بار می آید که گناه های کرده ما پاک می شود. مانند آن طفل نازنین به گناه شده به غبار می شویم. من امروز در این خانواده خوشوقتمک چخلی که در بالای افطار مهمان شده ایستاده ایم. امروز زادروزی شهناز آیتی بوده است. اگر یک تا قرصک زنیم، اگر هر دویاشون را تکلیف میکنیم، مرحبا خوشوقتمک مرحبا. بار دیگر سلام میرسانیم. من امروز در این روز خرسندی در این ماه شریف در خاندان شما مهمان هستم. امروز در این خاندان پر از نور است، پر از انسان‌های به قلب نزدیکترین شما برای تبریک شما آمدند. امروز شهناز آیتی جشن زیادروز داشته. با فکرم خطا نکنیم 17 ساله شده من امک جان ما قریب 18 ساله شده، شما 17 ساله. بگذار الان خیلی جوانی به الان خیلی خوش چقچقی زبین خیلی دسترخانه ها شده گشتناتون به چشم نرسد. الان خیلی روزهای خرسندی با ماده هر بار شما تبریک کنیم. چی فکر میکنیم شهناز آیتی الان کی اومده که با نه از نام خوشوقتمک آمدیم. گفتم که زادروزی من به مهمان شده. من برای همون خاله جانت، برای خواهرت، برای آیتی جانت من تبریک تشکیل میکنم. از نام همین مرد خانه، از نام همین شاه ستون خانه شما تبریک کنی آمدیم. گفتم که البته از پشتی ما من 4 دختری نازنین چنین نبیره های شیرین خداوند عزیز بهر من داد. ما که در دنیا آمدیم آیله بستیم همراهی خود من نهالان آیله را دیدیم. از نهالان این چنین میوه های شیرین سبزید شکرانه میکنم. هیچ وقت خطا نکردم. من رحمت میگویم برای تقدیر برای خداوند که این خیلی آیله و این خیلی خوشبختی را این خیلی فرزندها را برای من عطا کرد. از نام خوشبختمک بار دیگر تبریک میگویم. برایتان میرسانیم که اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست میدارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست میدارم، اگر عرضی نیازی من همه سوز و گدازی من به گوشی تو نمیفارد تو را من دوست میدارم. وقتی من گفتم که هر بار که من یکی فعلم تیز فعلم بیاد یکی حقارتی هم که پس میکردگی منم خیلی بلندی ها برساندم و در پشتی من همچون قله ایستادگی. البته زن است برای من همچون درده همچون مهربان ترین انسان برای من آیله و حیاتی من همین فرزند من هستم. البته برای خواهرت برای شهناز آیتی رسانید که مشو غمگین اگر دختر بیزادی، مشو غمگین اگر دختر بیزادی که با دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر که صاحب تاج گردد و پیشی 100 پسر و پیشش 100 پسر محتاج گردد. در حقیقت علاقه شما 3 بار دختران را صاحب آیله کردید. 3 دختر را باز یک در اینجا دختره که نازنین هستند. چندین آیله ها در این خاندان برای تاج عروسی آمدند. این خوشبختی است. امروز از نام علمی دخترکان اصیل و عزیز، از نام دامادها، از نام نوایده های شیرین شما را تبریک میگویم. بگذار هیچ وقت کسل نشوید. همیشه مانند امروز زبین خیر دوران زبین خیر دسترخوان ها شده گردید. امروز زادروزتان مبارک باشد. نوبهاری گلفشانی دلکشایم مادرم، قوتی جان و دل و عقلی رسایم مادرم. من ز لطفی بیکناری تو رسیدم بر کمال،
برق فکری روشنی دیده هایم مادر. مادر مهربان ما در زندگی برای ما به راه راست گشتن را، با وقار گشتن را گفتم که فقط به راه راست گردید و از هیچ کس کم نباشید که ما هستیم، برایتان فقط خدمت میکنیم. یعنی در اینجا برای پدر مادر، برای مادری مهربان دستگلی زیبا را آماده کردن. یا تا خرسک میزنیم. زاد روز مبارک باشد. مرحبا. مبارک باشد. خود هستند مادر زر زیوری خاندان، خود هستند مادر چشمه مهری خاندان. من امروز این تحفه های ارزنده و زیبنده از نام فرزندان برای مادری مهربانشان مبارک باشد. مبارک باشد. مبارک باشد. زاد روز مبارک. روزی خورسندی همیشه باشد. کنی فرزندان کلانیشان کدامشان؟ کنی یک تا سخنهای نیک را شنویم. کنی مرحبا. السلام علیکم مهمانان و میزبانان، خوش آمدید در خانه‌مون. بیجانکم صد بدرای علم بختمون به همه وقت سال سلامت باشه. همین روز برستگیمون شما به رحمت. این هر یک تا ما وقتی فقامون اینی دادم که شما های الهی بدایم بختناک باشه، دیکاتون سال سلامت باشه. رحمت. در جهان مادر مرا مانند تو غمخوار نیست، مهربان مونیس حبیب دلبند و دلبردار نیست. همچون نوری دیده و چون شهدی گل پنهان بود، صورتی انسانی دادی ذره اسرار نیست. السلام علیکم. در خانه ما نشستگی مهمانان یک بار دیگر خوش آمدید میگوییم. من مادر جانم را از نام خدا و از نام اهل عائله‌ام با روزی زاد روزشان تبریک و مبارکباد می نمایم. مادرم جان و دلم، به تو حیات را چا کنم، همه مهرم با توی و من دیگران را چا کنم. رحمت. مبارک باشد. بگذار خوشوقت آمد. هدی جانی عزیز در توی نکاحی دخترک نازنین هم اشتراک کنید. در روز خورسندیشان شمایان برآمده زیبی دوران شدند. به حق فرزندان دعا کنید. فقط در روزهای خورسندی شمایان را تبریک گویم. در 120 سالگیتان در زادروزتان آماده شمایان را تبریک کردن نصیب کند. این خیلی سری زیبایی، این خیلی سری خوش‌چقچقی در آن بوده است که در سر مادرتان دعاگوی هستند. من در اینجا یکی از آن دختران نامداری ان همین دهه عزیزمان، استاد استادان، یکی از آن مادران فعال دهه عزیزمان مبارک یاسو هستند. حضور میپرسیم که نامتان را میگیریم، با فخر میپرسیم. مرحمت خاله جانی عزیز، یا پیششون مرا ناراحت نکنیم. و درگاه دختر ما خوش آمده. الهی این دخترکون که همراه که خوشحالم پیر شوند، پیری به دولت شوند، صاحبا که نوره شوند، روزکای نیکاشون به همه وقت همراه شدیم. پیری به دولت شوند، خدا اختان دولت کارشون در پیری تیم. حضوری بالا چاقه نوره هاشون نبینن. الهی میم سال چاقی با هم یکم نجایشه هم دخترک ما که دومادان رو تبریک کنیم بیم. رحمت هم یکاتون خوش آمده. نوره که دیده تاجک سریمان با خواهرانی خوشوقت آمد. خواهران شما مرحمت. السلام علیکم. هم یکاتون با خوش آمده به درگاهی کوی ما کلو ملا پیر شوه، کوشه پیر شوه. یکاتون بخلی تخلی همه وقت نیور یکاتون پشتکش کلون شده روزگاهی نقض دیده کرده. رحمت. زیبیانه از نام همسایه ها، از نام السلام علیکم مهمانای گرامی، خوش آمدید به درگاهی کلیمی ماها خوشوقت جان پسرم. خوش آمده. نوری دیده تاجی سر، اینا دویاشون کوشه پیر شوند، پیری به دولت شوند. الهی
و انارای تویاش به هم همون اشتراک کنیم و ساق و سلامت باشیم و هم یکامون همینجا به مول شویم و اصل ها کم نشویم. البته امروز روزی خورسندی است. خداهایم دوام میدهند می تنی دل شده خوبه این طرف شانور همه وقت گفتن کرده صاحب سلامت کرده خوشا پیش شوید یک کتون بودری علامتی نیوروی بده هموتون خوش آمده درگاهی اوکای من با نوری دیده تاجی سر که لامون سب بدرویم خوش وقتی خوشا پیر شوم پیری به دولت شوه تو زیری نیوروهای دخترهای بینیست خوش آمده هم بیا کتون رحمتی کلام مادران مهربان امروز در حق این خانواده چقدر سخن گویم کم است. امروز ما باری دوم است که در این خاندان مهمان هستیم. البته چقدر که فرزندهای اصیل را به ما رساندید که من امروز دختران عزیز از 10 پسر زیاد هستند و کم نه. امروز برای شما این خیلی تشکیل را تشکیل کردم. من این خیلی عائله دارید. من خیلی خوشبختم برین صاحب این خاندان هستم که برای شما این خیلی بزم‌های زیبا را تشکیل کردم. البته هم جایی چقدر که نیت کرده شیرینی را بریده بودیم خداوند عزیز نصیب گردان که هر بار شیرینی رو بریم گفته ما در اینجا تارت زیبا رو میبینیم برای پدر مادرشون تیار کردن پیش از شما نزدیک تا شماشو خاموش کنیم کنیم زاد روز مبارک
Medoni
کنه همین دنیا رو از سر بدر کنه روز و شبیمم یک رنگ باشم روز و شبیمم بشکنیم آهم شیشه ایمم باشم از زیبا روز و شبیمم با بیشی زیبا روز و شبیمم قدر و سر کنه شب و سهر کنه همین دنیا رو از سر بدر کنه همین دنیا رو از سر بدر کنه
آهلیکم سرزمینی زرنثارم، تو به من هم زادگاه و همدری بختی امیدم. بیننده های عزیز، من امروز در یکی از آن روزهای خرسندی مردم آهلیک عزیزم شدیم. من امروز در روز زادروز در خانواده خوشوقتمک در خانواده شهنازایتی مهمان شدیم. آن لحظه های خرسندی، آن لحظه های فراغتی پر از احساسات، پر از یک حسیات را پیشکش شما کرده. بگذار در هر یک خاندان توی شود، خرسندی شود، آوازی خرسندی ها برآید، آوازی سرود و سرود برآید. شما بیننده های عزیز، بهر شما فقط آرزومندم که صحت سلامت مانند هر روزه برای من باور کرده ما را تماشا کنید و همیشه با من شده برای من دعا گویید که از دعای شما عزیزان ما با چنین درجه ها می رسیم. هر بار در روز خرسندی مهمان شویم، بعد از مهمانداری دعا میکنند که من از آن دعاها شادم، خرسند هستم که هر یک نیت های کرده آنها را بالای دیده ایجاد میکنیم. البته در پیش نیز ریجه های زیاد داریم. البته با کمک شما عزیزان آن ریجه های خود را خدا خواهد اگر اجابت میکنیم از عهده‌اش میبریم. برای دقتتان رحمت میگویم. با ما باشید با شبکه شهنا. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زادروز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از
بزم و طرف شده تبریک شما گوییم از بزم و طرف شده روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روز نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روزی شما در زندگی خوب و خوشترین روزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن که روزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک چشم